ایوان پپه داری؟ جیبم با بذارم؟ نه جیبت بذاریم ترکه جیب عقبم بذارم؟ نه کجا بذارم آقا این کجا میخوای بذاری؟ ده آقا کسی لیوان پپه داری؟ چی؟ یه بار دیگه از اول این هست یه 1635 که میگه کرد میشینه یه نفر یه دونه چیز توشاتون دوتا رو میکنه الو شانس بردی سیمش رسید الو آره من میخواستم اینو بگیرم دستم الو آقا برو بالا ارفان برو بالا مهدی برو بالا مهدی سوی شما هم بره سویش از سری رسد خیلی مواظب این مشکل مرغی که داره تخم میگذارد گرم میشم حاجه کادی که اون خدا ببایید دیگه بابا بخند من خونم میدونه کم میریم سراغ نفر بعدی از تیم رستم شرکت کننده مشغول بستن شیره هستن آقای مشنباش اذیت ما اگه خودمونم می‌خواستیم دستشین کنیم اینقدر خفن نمی‌شد آقا من نیستم آقا من علامت چیه بچه دیگه علامت داشته باشین علامت یه جلو تو بیار پایین بابا با دست رو من نکن بابا آقا میشه من لخشم من میشه ایستاده میبینه رستم بچه افتاده کسی که افتاده که نمیشه شیرم پیر بشه بازم ازش میدن بازم ربطی نداشت من قشنگ تک شیر پاکتی آره آقایون عزیز خوب گوش کنید آقا کارت قرمز شیلده من یه شیل چرا اینقدر این بچه بیش فعاله آقا این چی آخه آقا این شیلده نعمده شیلد و خسارت زد نه مجبوریم یه رفت سم کنم ببینم الان بهت بگم برو گوشی پیدا کن که نمیشه آقای ماهیانی تیم ضعیف باشه شما یه بار دیگه از اول من یه این سری توف ماستش این چرا؟ این بر برو از این ور برو آره از این ور شوت تو برو فقط یه ذره برو نزدیکتر که مثلا اندازه نماد مثلا بیاد تا نیشات آره صرف نیشا الان سه نفرشون تو نیشات هستن دیگه حالا اینه باید بدن یه دونه هم که چیز 700-200 داری تو نه تو رو کاری ندارم تو برو بریم بریم